برادر سوال کردند که آیا تماشا کردن کینوی میرزا از نگاه شریعت اجازت است یا نه؟ الجواب باسم ملهم الثواب. از روی معلوماتی که درباره این فیلم به ما رسیده است فهمیده می شود که در این فیلم چیزهای حرام و خلاف شریعت خیلی زیاد دیده می شود که این برای جوانان این امت تأثیر منفی یعنی تأثیر بدی خود را البته می گذارد. از جمله به نمایش گذاشتن زنان نیم برهنه، اختلاطی یعنی یک جایه شدن مردان و زنان بیگانه و آغوش گرفتن یکدیگر و غیره که حرام و ناجایز بودن همه اینها با آیات قرآنی و احادیث گوهربار نبوی ثابت شده است. کسانی که چنین فیلم ها را ثبت کرده به نمایش میگذارند و کسانی که اینها را دستگیری میکنند و یا چنین فیلم ها را تماشا میکنند و پهن میکنند خدا و پیامبر صلی الله علیه و سلم را نافرمانی کرده اند. در پیشگاه الله متعال فاسق و فاجر شمرده میشوند. چنین نفران از جمله کسانی میباشند که بی‌حیایی را پهن میکنند. و خوب به یاد داشته باشید که خداوند درباره اون نفرانی که در بین مؤمنان بی‌حیایی را پهن می کند در آیه 19 سوره نور می فرماید که کسانی که دوست دارند که بی‌حیایی در بین مؤمنان پهن شود برای آنها در دنیا و آخرت عذاب دردناکی است. بینگرید که کسانی که تنها دوست داشتند که در بین مؤمنان بی‌حیایی پهن شود خداوند برای آنها عذاب دردناک وعده کرده است. پس شما از الله نمی ترسید که خود شما بی‌حیایی را در بین مؤمنان پهن کرده ایستاده اید؟ مگر از عذاب الله نمی ترسید که ناگهان روزی بر سرتان آید؟ شما از یک سو صحنه‌های حرام را نواربرداری کرده به نمایش می‌گذارید، ولی از یک سوی دیگر فرشتگان خداوند هم این گناهان شما را ثبت می‌کنند. شما خوب به یاد داشته باشید، یک بار خودتان را سوال دهید که آیا این فیلمی که پهن کرده ایستاده اید خداوند از آن راضی است یا شیطان؟ آیا می‌خواهید که بعد از مرگتان هم در نامه اعمالتان گناه ثبت شود؟ پیش از آن که چنین نوارها را پهن می کنید این سخن الله متعال را خوب به یاد داشته باشید: استعیذ بالله انا نحن نحیی الموتى و نکتب ما قدموا و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. یعنی یقینا ماییم که مردگان را زنده می کنیم و آنچه را از عملهای نیک و بد که از پیش فرستاده اند و آثارشان را می نویسیم و همه چیز را در کتاب روشنگر یعنی لوح محفوظ شمار کرده ایم. سوره یاسین آیت 12. برادران و خواهران عزیز، ای اون نفرانی که چنین فیلم های بی‌حیایی را در بین مؤمنان پهن می کنید خوب به یاد داشته باشید که آثار این چیزهایی که پهن می کنید بعد از مرگتان هم باقی می ماند و گناه آن در نامه اعمالتان ثبت می شود. پس آیا شما همین را می خواهید؟ پیام و مراجعت من برای آن برادران و خواهرانی که در چنین فیلم های به مثل کینای میرزا و غیره نقش می آفرند و کارهای گناه را به نمایش می گذارند این است: از خدا بترسید و بیش از این در بین مؤمنان بی‌حیایی را پهن کرده غضب الله متعال را بر سرتان نیارید. این را فراموش نکنید که هر کار حرامی که انجام می دهید البته جزای آن را در همین دنیا می بینید. خداوند می فرماید: استعیذ بالله و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هر مصیبت و سختی که بر سر شما می آید به سبب گناهانی است که انجام می دهید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام على من اتبع الهدى.
خطا کردم خطا استغفر الله، ببخشایم خدا استغفر الله. ندانستم هوس با من چه ها کرد، نمود از تو جدا استغفر الله. شدم دور از در رحمانی تو، کجا رفتم کجا استغفر الله.